إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با مجموعه برنامه دفاع از سنت، البته با یک ویژه برنامه در ارتباط با نعمتهای بهشت که ما در بخشهای گذشته به آیاتی از قرآن پرداختیم، به ویژه آیاتی در سوره الرحمن و در سوره واقعه و اکنون به آیات دیگری در سوره فاطر میپردازیم که این مسئله بیشتر روشن شود. این بحث خداوند متعال از آیه 29 و 31 و 32 آیاتی را برای ما، مطالبی را برای ما بیان می کند. در آیات نخست یعنی آیه 29 پروردگار می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. می‌فرماید اون کسانی که کتاب خدا را تلاوت می‌کنند، یعنی کسانی که به کتاب خدا ایمان دارند و آن را تلاوت می‌کنند و نمازشان را به پای می دارند و از آن چیزی که ما به عنوان روزی به آنان داده ایم به صورت پنهانی و آشکارا از آن در راه خدا انفاق می کنند، چنین افرادی یرجون تجارت لن تبور، یعنی آنها امید دارند به پاداشی و به تجارتی که حتما اون تجارت حاصل می شود و ضایع نخواهد شد. یعنی اون نتیجه این تجارت خیر است و منفعت است و سود فراوان. چرا آنها امیدوار هستند به تجارتی که زیانکار نیست. پس لیوفیهم اجورهم، تا اینکه پروردگار به آنان پاداش دهد، پاداش کامل. لیوفیهم اجورهم، تا اجر و پاداش خود را به صورت کامل دریافت کنند. و یزیدهم من فضله، و اضافه بر دریافت تمام و کمال پاداش خود، اضافه ای از جانب خود از فضل و رحمت خود به آنان میدهد. چرا؟ چون پروردگار انه غفور شکور، چون بسیار آمرزنده هست برای گناهان و بسیار شکور هست نسبت به اعمالی که انجام می دهید. یعنی نسبت به گناهان و تقصیرات
بسیار بسیار آمرزنده هست و نسبت به اعمال و طاعتی که انجام میدهید بسیار شکرگزار است و یعنی در برابر عمل اندک شما پاداش فراوان میدهد. یعنی انگار بسیار بسیار در مقابل عمل اندک شما سپاسگزار است. یعنی در واقع کسی که کاری نیکی برای کسی انجام میدهد میگوید تشکر میکنم، سپاسگزارم. پس پروردگار هم بندگان خودش را یعنی برای تشکر از بندگانش این است که با عمل اندک آنها پاداش فراوان میدهد. حالا بعدا میفرماید والذی اوحینا الیک من الكتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه ان الله بعباده لخبیر بصیر. میگه اون چیزی که ما به تو وحی نموده ایم، به رسول الله میفرماید، از کتاب، یعنی این کتابی را که به تو وحی نموده ایم که قرآن است، این کتاب، این حق است. نه تنها این که حق است بلکه تمام کتابهای آسمانی قبل از خود را تأیید می نماید، تصدیق می نماید و همانا الله نسبت به بندگان خود بسیار آگاه و بسیار بیناست. آگاه است به آنان و بیناست به احوال آنها و میداند که چه کسی مستحق چی هست. به همین دلیل می آید، یعنی به دلیل اینکه پروردگار بسیار آگاه و بسیار بیناست، نگاه می کنید بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر برتری می دهد. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یا آن پیامبران ما تعدادی را بر تعدادی دیگر برتری داده ایم. حالا ورفع بعضهم درجات، و بعضیها به چندین درجه بلندتر میگرداند. اما منزلت و جایگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم بالاتر از همه است. صلوات و سلام خداوند متعال بر همهشون باد. حالا خداوند متعال در ادامه این آیات، یعنی در آیه 32 میفرماید ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا. یعنی در ابتدا کتاب را به رسول الله وحی کرده، میفرماید اوحینا الیک والذی اوحینا الیک من الكتاب هو الحق. اون کتابی که ما به تو وحی نموده ایم این حق است و تصدیق کننده تمام کتابهای آسمانی قبل از خود است. و در اینجا هم میفرماید ما همین کتاب را به ارث دادیم به همون افرادی که از بندگان خود ما آنان را انتخاب نموده ایم. یعنی ما این کتاب را در اختیار بندگان برگزیده خود قرار دادیم. یعنی بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم چه کسی است که این کتاب را خداوند متعال به آنها ارزانی داده و به ارث برای آنها بجا گذاشته؟ امت محمد هستند علیه الصلاة والسلام. صحابه رسول الله هستند. اصحاب رسول الله همین بندگان
برگزیده هستند و تنبه کلی امت محمد علیه الصلاة والسلام. حالا در میان این بندگان برگزیده که ما آنان را برگزیده ایم، یعنی این انسان ها به 3 گروه تقسیم می شوند. ما در سوره الرحمن و در سوره واقعه باز 3 گروه داشتیم، اما 2 گروه از اهل ایمان داشتیم، 1 گروه از اهل کفر. یعنی اصحاب المیمنه سابقون داشتیم، اصحاب الیمین و اصحاب المیمنه داشتیم، اینها 2 تا، و اصحاب الشمال و اصحاب المشأمه داشتیم، این هم 3 تا. یعنی اصحاب المشأمه یا اصحاب الشمال یکیست، اصحاب المیمنه و اصحاب الیمین یکیست، و قبل از همه اینها سابقون یا مقربون. اینها گروهی بودند. اما در اینجا تنها اهل ایمان را به 3 گروه تقسیم می کند و در آیه 36 اهل کفر را بیان می کند، یعنی میشه 4 گروه. یعنی در این سوره اهل ایمان را به 3 گروه تقسیم می کند و اهل کفر را 1 گروه که میشه 4 گروه. پس در نتیجه در این بیشتر سوره های قرآن انسان ها را به 2 گروه تقسیم می کند. مثلا در سوره مطففین فجار و ابرار، مثلا در سوره نبأ متقین و کفار، و همچنین در بیشتر سوره های قرآن به این صورت است. گروه ها به 2 گروه تقسیم می شوند. اما در سوره واقعه و در سوره الرحمن آنها را به 3 گروه تقسیم می کند و در سوره فاطر به 4 گروه تقسیم می کند. 3 گروه اهل ایمان، 1 گروه اهل کفر. که در اینجا هرچند این 3 گروه هم که در اینجا بیان می کند، بعضی مثل سوره واقعه و الرحمن گفتن همین 3 گروه اول 1 گروهشون اهل کفر است، ولی این قول ضعیفی است، چون بعدا به صورت ویژه بعد از این آیات میفرماید والذین کفروا لهم نار جهنم. بعدا اهل کفر را به جداگانه بیان میکند. که در اینجا میفرماید ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ما کتاب را به ارث بخشیدیم به اون کسانی که برگزیدیم از بندگان خود. حالا این بندگان ما به 3 گروه تقسیم می شوند. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. می‌فرماید تعدادی از آنها بر خود ظلم می‌کنند، یعنی دچار گناه و معصیت می‌شوند، و تعدادی از آنها مقتصد هستند، میان رو هستند، و تعدادی از آنها سابق بالخیرات هستند، همیشه برای کار نیک از دیگران پیشی میگیرند. حالا ما از آخر شروع کنیم، چون اینجا به صورت تدریجی بالا رفته.
از درجه پایین آغاز نموده تا به درجه اعلا رسیده. حالا ما از پایین برمیگردیم. سابق بالخیرات مقربین هستند و سابقین هستند و السابقون السابقون. مقتصد همون اصحاب الیمین و اصحاب المیمنه هستند و ظالم لنفسه مؤمنان گناهکار هستند. چون در اینجا فرموده ذلك هو الفضل الكبیر. وقتی که در آخر اشاره به این قضیه می کند، این را یک فضل نامگذاری می کند، یعنی آن را یک فضلی به حساب می آورد. وقتی که همه اینها را بیان می کند میگه این فضل خداست. پس مشخصه این فضل شامل کفار نشده، در نتیجه اون ظالم لنفسه ابتدا هم منظور اهل ایمان است. حالا اون کسانی که کتاب به آنها به ارث رسیده بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اولین کسان از این امت اصحاب رسول الله هستند و بعد از آنها تابعین رسول الله، یعنی اتباع اصحاب رسول الله، و بعد از آنها اتباع اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا به امروز که به دست ما رسیده. پس در اینجا گروهی از انسانها ظالم لنفسه هستند، یعنی اون کسی است که در انجام بعضی از واجبات کوتاهی می کنند و مرتکب بعضی از محرمات می شوند. اینها گفته می شود ظالم لنفسه، که خداوند متعال باز این مطلب را در سوره آل عمران اشاره به آن می کند. می فرماید والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله. اون کسانی که هنگامی که فاحشه می کنند یا ظلمی به خود می کنند، خدا را یاد می کنند، فاستغفروا لذنوبهم، و طلب بخشش می کنند از خدا برای گناهان خود. دقیقا همینه. می فرماید اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. چه کسی هست که گناهان را ببخشد جز الله؟ بعدا می فرماید ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، و آنها بر گناهان خود پافشاری نمی کنند. یعنی در اون آیه مشخص نموده که ظالم لنفسه، اون کسی که به خودش ظلم می کند، یک انسان گناهکاری است که گاهی گناه می کند و بعداً به یاد خدا می افتد و طلب مغفرت می کند، اما بر انجام گناه و معصیت پافشاری نمی کند و اصرار و پافشاری نمی کند. پس در اینجا هم قول صحیح علما و اهل تفسیر همین است که اون کسی است که در ظالم لنفسه، اون کسی است که در بعضی از انجام بعضی از واجبات کوتاهی می کند و مرتکب بعضی از محرمات می شود، و منهم مقتصد اونم کسی است که واجبات را انجام می دهد و محرمات را از محرمات پرهیز می کند، اما بعضی از سنت ها را ترک می کند و بعضی از مکروهات را انجام می دهد. یعنی اینجوری نیست که انگار بر واجبات پایدار است، بر انجام واجبات و فرائض، و بر ترک محرمات هم پایدار است، اما به هر صورت در نسبت به بعضی از سنت ها تقصیر می کند و در ارتکاب بعضی از مکروهات یعنی کوتاهی می کند و مرتکب بعضی از فعلهای مکروه می شود.
این هم مقتصد هست. و منهم سابق بالخیرات باذن الله. و گروه دیگر اونها هستند که واجبات را انجام میدهند و مستحبات هم، و محرمات را ترک میکنند و مکروهات هم ترک میکنند. یعنی حتی بعضی از مباحات هم را انجام نمیدهند. این هم گروه دیگر به آنها گفته می شود سابق بالخیرات، یعنی از دیگران پیشی گرفتند. اگر دیگران در انجام واجبات تقصیر می کنند، اینها واجبات را به کلی انجام می دهند. یا اگر دیگران حتی مستحبات را کامل انجام نمی دهند، اینها تلاش می کنند مستحبات هم را انجام دهند. اگر دیگران مرتکب محرمات می شوند یا حتی کمی بهتر از اونها هستند مکروهات را انجام می دهند، اینها از محرمات و مکروهات هم پرهیز می کنند. بعداً یعنی به این صورت این گروه ها تقسیم می شوند. یعنی این یک تقسیم بسیار بسیار عادلانه هست و بیان واقعیت مؤمنین هست. امام ابن عباس می‌فرماید در مورد این آیه: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، سپس ما کتاب را به ارث دادیم به بندگان برگزیده خود. می‌فرماید هم امت محمد صلی الله علیه و سلم. این بندگان برگزیده امت محمد هستند صلی الله علیه و سلم. ورثهم الله کل کتاب انزله، که پروردگار تمام کتابی که نازل نموده به آنها، یعنی آنها را وارث آن قرار داده است. پس می‌فرماید فظالمهم یغفر له، اون یکی که گناهکار است و اهل ظلم به خود می‌کند مورد بخشش قرار می‌گیرد. و مقتصدهم یحاسب حسابا یسیرا، و اون کسی که مقتصد هست و واجبات را انجام میدهد و از محرمات دوری میکند به صورت خیلی آسان محاسبه می شود. و سابقهم يدخل الجنة بغیر حساب، و اون کسی که سابق است و از دیگران پیشی گرفته بدون حساب و بدون محاسبه درهای بهشت بر رویش گشوده می شود. پس بعضی همچنان که عرض کردم گفتن اینها، این ظالم لنفسه منظور اصحاب المشأمه یا اصحاب الشمال است. اما امام ابن کثیر می فرماید قول الصحيح والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة، ظالم لنفسه از این امت است، یعنی از همین مسلمانانی که پیرو دین خدا شده اند هستند. و هذا اختیار ابن جریر كما هو ظاهر الآیه، و این یعنی این قول هم امام ابن جریر هم این را ترجیح داده و ظاهر قرآن بر آن دلالت دارد، ظاهر این آیه که من خوندم و احادیث فراوانی بر این هم دلالت می کند. امام ابو درداء حدیثی را برای ما بیان می کند، یعنی امام احمد با سند خود از امام ابو درداء حدیثی نقل می کند. اینجا با هم میان برنامه نگاه می کنیم، باز هم یعنی بعداً به این حدیث می پردازیم. با ما همراه باشید. برد زبانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، آرام جانم نام محمد،
ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. سوزد درونم از شوق رویش، فیض کلامم نام محمد، فیض کلامم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. تا هست جانم در دار فانی، هر لحظه خوانم نام محمد، هر لحظه خوانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. در روز محشر از آتش آلود، باشد امانم نام محمد، باشد امانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. بگذشتم من عیش جهان را، عیش جهانم نام محمد، عیش جهانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. ما در مورد این سه گروه مطالبی را بیان نمودیم. گروهی که بر خود ظلم می کنند،
یعنی در انجام واجبات و فرائض تقصیر میکنند و در انجام محرمات یعنی مرتکب محرمات میشوند، بعضی از محرمات. و گروه دوم مقتصدین هستند که بر انجام واجبات و فرائض پایبند هستند و بر ترک محرمات همچنین، اما در انجام مستحبات و سنت ها تقصیر می کنند و بعض مرتکب بعضی از کارهای مکروه می شوند. و گروه دیگر که سابقین هستند که در انجام فرائض و واجبات و حتی مستحبات پایدار هستند و به ترک محرمات و مکروهات هم پایبند هستند. در اینجا امام احمد با سند خود از امام ابو درداء حدیثی برای ما نقل می کند، می فرماید از رسول خدا شنیدم صلی الله علیه و سلم که می فرمود خداوند متعال فرموده این آیه را: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فرمود فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فرمود اما اون کسانی که سابقین هستند همون افرادی هستند که وارد بهشت می شوند بدون حساب و کتاب، یعنی دیگه از همون اول یلا وارد می شوند. مثل این که انسان در یک مثلا معلمی شاگردای خودش را می شناسد، تعدادی که خیلی باهوش و زرنگ هستند، اصلا بدون هیچ میگه بفرمایید یلا، یا نمره قبولی را برای آنها رد می کند بدون توقف. پروردگار عالم اینها را خوب می شناسد و بدون محاسبه وارد بهشت می شوند، آنها را وارد می کند. و اما الذين اقتصدوا فاولئك يحاسبون حسابا يسيرا. اما آنها که مقتصد هستند، میانه رو هستند، پروردگار آنها را به صورت بسیار آسان محاسبهشون می کند. و اما الذين ظلموا انفسهم فاولئك الذين يحبسون في طول المحشر. اما اون کسانی که بر خود ظلم کرده اند، حالا گناهکاران امت محمد صلی الله علیه وسلم، آنها که بر خود ظلم کرده اند، آنها کسانی هستند یحبسون فی طول المحشر، در طول محشر نگه داشته می شوند، با دقت مورد محاسبه قرار می گیرند. ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته. میگه اینها همان کسانی هستند که پروردگار با لطف و مرحمت خیش آنها را مورد رحمت قرار میدهد. فهم الذين يقولون همونا هستند که در آخر آیه می فرمایند الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، که در آخر آیه یعنی آیه 35 34 و 35 این را بیان می کند. حمد و ثنا برای پروردگاری که اذهب عنا الحزن، که نگرانی را از ما برطرف نمود، چون دیگه خیلی در میدان محشر منتظر میمانند و در انتظار هستند. ان ربنا لغفور شکور، حقیقتا پروردگار ما بسیار بسیار آمرزنده هست. و ما در آیه قبلی هم در آیه 29 هم همین اسم پروردگار را آورده بود، ان ربی، فرمود ان ربنا لغفور شکور، همچنان که قبلا هم گفت انه غفور شکور، همانا پروردگار ما بسیار بسیار آمرزنده هست و بسیار بسیار سپاسگزار برای اعمال بندگانش. کدام پروردگار؟ الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. همون پروردگاری
که ما را جایگزین کرد و سکونت داد در دار محل اقامت از فضل خودش که در آنجا هیچ گونه خستگی و درماندگی برای ما وجود ندارد و هیچ گونه خستگی روحی و جسمی ما را فرا نمیگیرد. این حدیث که امام احمد در مسند خود روایت نموده سندش صحیح است، یعنی اینجا به صورت صریح و روشن این حدیث برای ما تبیین نمود که مراد به این 3 گروه چه کسانی هستند. و امام عبدالله بن مسعود رضای خدا بر او باد میفرماید هذه الامه 3 اثلاث، میگه این امت به 3 گروه تقسیم میشوند. 3 اثلاث در روز قیامت، میگه این گروه به 3 گروه تقسیم، این امت به 3 گروه تقسیم میشوند در روز قیامت. ثلث يدخلون الجنة بغیر حساب، 1/3 آنها بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشوند. و ثلث يحاسبون حسابا يسيرا، و 1/3 به صورت آسان محاسبه میشوند. و ثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول ما هؤلاء، و 1/3 دیگرشون میآیند با گناهان زیاد و بزرگی تا به آنها گفته می شود اینها چه کسانی هستند. و هو اعلم تبارک و تعالی، در حالی که پروردگار خودش می داند. فتقول الملائکة هؤلاء جاءوا بذنوب عظام، ملائکه می گویند اینها همون کسانی هستند که با گناهان زیادی آمدند، یعنی آمدند همراه خود کوله‌باری از گناهان با خود آوردند. الا انهم لم یشرکوا بک، اما آنها کسانی نبودند که به تو شرک ورزیده باشند، بلکه اهل ایمان و اهل توحید بودند. فیقول الرب عز وجل، پروردگار میفرماید ادخلوا هؤلاء فی سعة رحمتی، میفرماید پس آنها هم در زیر وسعت رحمت من، فراوانی رحمت من قرار بدهید. و این بود که عبدالله بن مسعود این آیه را تلاوت نمود که بیان کردیم. یعنی با این حدیث و با این قول از عبدالله بن مسعود روشن می شود که این آیات در مورد یعنی امت محمد هست صلی الله علیه وسلم. و در اینجا هم که می فرماید یحسبون فی طول المحشر، یعنی برای مدت طولانی در محشر نگه داشته می شوند و مورد محاسبه قرار می گیرند و در یک گرمای بسیار سوزان و تندی، به هر صورت که در احادیث دیگر بیان می شود که عرق می کنند و حتی بعضی در عرق خود تا چانهشون غرق عرق می شوند و بعضی تا گردنشون و بعضی تا سینهشون و بعضی تا مثلا زانویشون و به هر صورت. به همین صورت ظاهرا این گروه با توجه به گناهانی که دارند کم و بیش آنها وضعیت آنها در اون وضعیت یعنی در اون میدان محشر نگه داشته می شوند. بعداً فرمود و باز هم عقبه بن صهبان هنایی می فرماید سألت عائشة، میگه من از ام المؤمنین عائشه پرسیدم در مورد این آیه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، سپس ما کتاب را به ارث به بندگان برگزیده خود دادیم که بعضی از آنها بر خود ظلم می کنند و بعضی میان رو هستند و بعضی از دیگران سبقت می گیرند. فرمود فقالت لی یا بنیه، میگه ام المؤمنین فرمود ای فرزندم، ای پسرم، هؤلاء فی الجنه،
همه این سه گروه اهل بهشت هستند. اما السابق بالخیرات فمن مضى على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. میفرماید اما سابق بالخیرات، سابقین همون افرادی هستند که در زمان رسول خدا رفتند و صلی الله علیه و سلم، یعنی سابقین اولین از مهاجرین و انصار هستند. شهد له رسول الله صلی الله علیه و سلم بالحیات و الرزق، که رسول الله به آنها برای آنها گواهی داده که خداوند متعال زندگی خوبی به آنها میدهد در آخرت و در بهشت و رزق و روزی نزد پروردگار دارند. و اما المقتصد فمن اتبع اثره من اصحابه حتی لحق به. فرمود اما مقتصد همون افرادی هستند که رد پای رسول الله را گرفتند صلی الله علیه و سلم از یاران خود تا اینکه به رسول الله رسیدند، یعنی تا وفات کردند بر آن راه پایدار بودند و مقتصد بودند. و اما الظالم لنفسه فمثلی و مثلکم. فرمود اما ظالم لنفسه مثل من و شما، یعنی ام المؤمنین عایشه اینقدر تواضع دارد که خودش را در میان پایین ترین گروه قرار میدهد، در حالی که در واقع این به عنوان تواضع و به عنوان این که خودش را بزرگ نپندارد آنچنان فرموده وگرنه او فضیلتش خیلی زیاد است و انشاءالله اون هم جزء سابق بالخیرات است. خودش را قال فجعلت نفسها معنا، میگه ام المؤمنین خودش را در میان ما قرار داد. و هذا منها رضی الله عنها من باب الهضم والتواضع. اما این از جانب ام المؤمنین عایشه به خاطر هضم النفس، یعنی شکست نفس خود و شکستن نفسش است و تواضع، شکست نفسی می کند. و الا فهی من اکبر السابقین بالخیرات، وگرنه او از بزرگترین کسانی است که به سوی کار نیک سبقت گرفتند، چون فضیلت او بر سایر زنان مانند فضیلت بهترین غذا بر سایر غذاهای دیگر است. پس با این وضعیت مشخص شد که این سه گروه از امت محمد هستند صلی الله علیه و سلم. و در اینجا می توانیم در هر عصر و زمانی شاید گروهی از این، یعنی از این سه گروه ما داریم که ظالم لنفسه همه میدونیم که هست، سابق بالخیرات هم در هر عصر و زمانی مثلا علمای اون امت، علمای ربانی مجتهدین آن امت جز همون سابقین اون عصر خود هستند، یعنی در هر عصر و زمانی برای خود سابقینی وجود دارند و مقتصدین و ظالم لنفسه وجود دارند. همچنان که امام ابن کثیر می‌فرماید علما شایسته ترین افراد هستند به این نعمت در عصر خود و نزدیکترین مردم و شایسته ترین مردم هستند به این رحمت. و همین خاطر امام احمد ابن حنبل از قیس ابن کثیر برای ما روایت می کند، می فرماید مردی از مدینه آمد پیش ابو دردا. مردی از مدینه آمد پیش ابو دردا در حالی که ابو دردا در دمشق بود. دمشق یعنی از مدینه حرکت می کند تا دمشق. فقال ما اقدمك ای اخی، میگه برادرم چه چیزی تو را به اینجا کشاند؟ قال حدیث بلغنی انك تحدث به عن رسول الله صلی الله علیه و سلم. فرمود من برای یک حدیثی آمده ام که خبر به من رسیده که تو این حدیث را از رسول الله روایت میکنید صلی الله علیه و سلم.
قال اما قدمت لتجارة، میگه برای تجارتی نیومدی؟ قال لا، گفت خیر. قال اما قدمت لحاجة، کار دیگری اصلا نداشتی؟ قال لا، گفت خیر. قال اما قدمت الا في طلب هذا الحديث، گفت نیومده ای مگر فقط برای طلب این حدیث؟ قال نعم، گفت بله. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فرمود پس من از رسول الله شنیدم که می فرمود من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فرمود هر کسی راهی را در پیش بگیرد که در آن طلب علم کند، پروردگار راهی را برای بهشت برای او هموار می کند. سلك الله به طریقا الى الجنه. هرچند در الفاظ دیگر این حدیث می فرماید سهل الله له به طریقا الى الجنه، پروردگار برای او هموار می کند راهی برای رسیدن به بهشت. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، و همانا ملائکه بالهای خود را قرار می دهد برای طالب علم، رضا لطالب العلم، به عنوان اینکه راضی هستند از طالب علم. وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، و در واقع طلب بخشش می کنند برای عالم آنهایی که در آسمان ها هستند، تمام فرشتگان، و آنهایی که در زمین هستند، حتی ماهی ها در دریا. و ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، و پیامبران هیچ دینار و درهمی را بعد از خود به جا نگذاشتند. و انما ورثوا العلم، بلکه آن چیزی به عنوان ارث به جا گذاشتند همان علم است، همان قرآن است، همان سنت است که در این آیه بیان کردیم. اورثنا، این کتاب ارث پیامبر است و این قرآن و حدیث. فمن اخذه اخذ به اخذ بحظ وافر، هر کس آن را بگیرد واقعا سهم بزرگی برداشته. این حدیث امام ابو داود و امام ترمذی و امام ابن ماجه روایت می کند با سند صحیح. پس تمام این سه گروه، حالا ما به نتیجه می رسیم که ما داریم بحث بهشت می کنیم. خدا می فرماید جنات عدن یدخلونها، تمام این سه گروه وارد بهشتی می شوند که محل اقامت است. جنات عدن یعنی محل اقامت. عدن یعنی جایی که مثلا فلانون میگن عدن بالمکان، فلانی در فلان مکان اقامت گزید. پس میفرماید اینها جنات عدن یدخلونها، اینها وارد بهشت های پر از نعمتی میشوند. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، و آنان آرایش داده می شوند در آن با علنگوهایی از طلا و مروارید، که در حدیث صحیح وارد شده. امام ابو هریره با سند امام ابو هریره برای ما روایت می کند از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمود تبلغ الحلیة من المؤمن حیث یبلغ الوضوء. فرمود زیور و آرایش به انسان به آنجا می رسد
که وضو به آنجا رسیده، یعنی تمام اعضای وضوی او مزین و آراسته و قشنگ و زیبا می شود. چهره، دستان، پاها مزین و آراسته و قشنگ می شوند و مخصوصا این برای خانم ها و برای زنان که خیلی مهم هست. این حدیث هم امام مسلم روایت می کند و فرمود یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فیها حریر. و لباس آنان در بهشت چی هست؟ ابریشم هست. حریر و ابریشم که لطیفترین و قشنگترین و زیباترین لباس است که در حدیث صحیح داریم که باز امام مسلم روایت می کند. می فرماید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسه فی الاخره. هر کسی در دنیا لباس ابریشم را بپوشد در آخرت از آن محروم خواهد ماند. پس در اینجاست که تمام مؤمنین دستانشان را بلند می کنند و بعد از این که به اینجا رسیدند، البته این دیگه این ظالم لنفسه هر کدوم به اندازه گناه و معصیتی که داشتند دیگه در اونجا یا مورد بخشش قرار می گیرند یا نهایتا اگر عذابا ببینند بعد از مدتی از آن نجات پیدا می کنند و نهایتا وارد می شوند. بعدا می گویند وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. می گویند حمد و سپاس و ستایش لایق و سزاوار الله است، همون اللهی که نگرانی و اندوه و نگرانی را از ما برداشت. حالا همچنان که ما قبلا بیان کردیم انگار این برای مخصوص این گناهکارانی بود که مورد عذاب قرار گرفتند و بعدا نجات پیدا می کنند. میگن الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. حمد و ثنا برای پروردگاری که نگرانی را از ما برداشت. الذي قال ابن عباس ای غفر لهم الكثير من السیئات. میگه پروردگار بسیاری از گناهان آنان را بخشیده و شکر لهم اليسير من الحسنات و در مقابل اعمال کم آنها پاداش فراوان داده است. الذي احلنا دار المقامة من فضله. اون پروردگاری که ما را سکونت داد در این جایگاه از فضل خود، از فضل و منت خودش ما را در چنین جایگاهی قرار داد. یعنی ما به فقط فضل او شامل حال ما شد که چنین جایگاهی را یافتیم. چون پروردگار یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان می کند در حدیث صحیح که لن يدخل احدا منكم عمله الجنه. لن يدخل احدا منكم عمله الجنه. فرمود هیچ کدام از شما عمل او را وارد بهشت نمی کند. قالوا ولا انت یا رسول الله. گفتن حتی شما ای رسول خدا. قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فرمود حتی من هم با عمل خودم وارد نمی شوم مگر این که پروردگار منو غرق رحمت خود و فضل خودش کند. یعنی اگر رحمت و فضل خدا شامل حال من هم نشود اعمال من هم کافی نیست برای خرید بهشت، اما لازم هست. پس ما نیاز به عمل داریم، اما خیال نکنیم این اعمالو که داریم ما برای خریدن بهشت کافی است. نخیر، کافی نیست، اما لازم هست. باید اعمال داشته باشیم که در تمام اون آیاتی که قبلا بیان کردیم در جای گفت ولی من خاف مقام ربه. کسی که خوف اینو داشته باشد که در برابر خدا قرار بگیرد اون دوتا بهشت
یا بهشت های جاودانه به آنها داده می شود. یا در جای دیگر فرمود به سبب اعمال و کردار خودتون، و در اینجا هم همین چنین که باید اعمال داشته باشیم. اما نهایتا فضل و رحمت خدا شامل حال ما می شود که وارد بهشت شویم یا مستحق بهشت شویم. پس در اونجا چگونه هست در اون بهشت؟ لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب. میگه ما در آنجا هیچ گونه خستگی و درماندگی ما را نمیگیرد و برای ما پیش نمی آید، یا هیچ گونه خستگی و درماندگی روحی و جسمی برای ما حاصل نخواهد شد، به وجود نیامد. یعنی مهمترین چیزی که مهمترین چیزی که در بهشت ما داریم این است که نه غم و اندوهی دارید، نه خوف و هراسی دارید. غم و اندوه تمام می شود، خستگی و نمیدونم افسردگی و مشکلات روحی و مشکلات جسمی دیگه هیچگاه نمیگویید نمیدونم سرم درد میکند، نمیدونم شکمم درد میکند، نمیدونم کلیه‌ام مشکل پیدا کرده، قلبم ناراحتی پیدا کرده، نمیدونم چربیم زیاد شده. گرفتار باشید که چگونه خودت را لاغر کنی، چگونه خودت را نمیدونم چاق کنی، چگونه خودت را کنترل کنی، چگونه تعادل خودت را حفظ کنید. تمام این چیزها نیازی نیست. نیازی نیست که شما دیگه ورزش کنید، نیازی نیست که خودت رژیم غذایی بگیرید، نیازی نیست که هیچی. تمام این چیزها انجام گرفته. به هیچ گونه مشکلی و درماندگی و خستگی روحی و جسمی و روانی در آنجا وجود ندارد. و پروردگار به آنها می‌فرماید کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. می‌فرماید دیگه بخورید و بیاشامید، گوارایتان باد به سبب بما اسلفتم فی الایام الخالیه، به سبب اون اعمال پسندیده ای که در ایام گذشته انجام دادید، یعنی در دنیا. از خداوند متعال میخواهم که این بهشت جاودانه را نصیب ما هم بگرداند و ما هم یکی از این سه گروه قرار دهد که شایستگی این بهشت جاودانه را دارد. اگر خدا توفیق ما دهد که حداقل اگر سابقین نیستیم در میان مقتصدین و اصحاب الیمین و اصحاب المیمنه باشیم که مورد عذاب خدا قرار نگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.